یکی از رفیقای دوره جوانی با نام سفربک که ما همراه مکتب را یک جا ختم کردیم، همراه به دانشگاه داخل شدیم، در فاکولتت های گوناگون هم باشد در یک دوره اون را به اتمام رسانیده، همراه در یک مکتب، در همون مکتبی که در صنف ابتدایی تحصیل علم آغاز کرده بودیم، با تدریس و تعلیم و تربیه خواننده های مکتب و فرزندان زادگاه خودمان آغاز نمودیم. سفربک با یک جوش و خروش در جوانی ها کار و فعالیت داشت که دقت اطرافیان رو زود جلب میکرد. خاصه بعد ختم دانشگاه حقیقتا هم از سیما و صورت، از قد و قامت، از دانش، از همه چیز فرقیت داشت، برتری داشت و چطور یادآور شدم دقت اطرافیان رو زود جلب کرد و بعد همگی 2 سال کار در مکتب او رو به خواجگی نوتشکیل داغستان در تیره زمین رئیس اتفاق کسبه انتخاب کردند. وقتی که رئیس انتخاب شد اکنون باید خانه خود را می داشت، مستقل زندگی می کرد، چون که با طبع دلش باید او کار و فعالیت می کرد. برای همین برای او صاحب اختیار کردن اصلا سفربک را که در کدام گوشه زیبا منظر دهه اگر خواهد برای او زمینی نزد حولگی جدا می کنند و او بگذار موافق طبع دلش خانه و در راست کند و او جای را انتخاب کرد که حقیقتا هم در دهه بهترین بود، اما آوازه و دروازه بود در بین مردم که گویا آنجا جین و عجین داشته باشد، دیو و پری داشته باشد و گویا به آدمان همون اطرافش ضرری بد میرسونده باشد، سرایتش حتما میرسیده. ولی سفربکی غروری خاصه داشت و باز در عین غلول جوانی بود. گفت که من محض در همین جا خانه راست میکنم، گرچنده که اطرافیان خاصه پدری مسافدش چند بار تاکیدا ابراز داشتند که همونجا خاصیت خوب ندارد، ولی سفربک به هر حال اجازت خانه رو در همونجا گرفت و با ساختمان آغاز کرد. همه در اول در حیرت بودند، ولی سفربک حقیقتا هم به گفته‌اش ایستاد و بسیار خانه خوب هم راست کرد که از دو جانبش، از دو پهلویش جوی میگذشت، جوی خانه، جوی به هوا، جوی بسیار سبز و خرم. 2 سال از بین نگذشته باغی بسیار خوب هم بنیاد کرد، گاو و مال کرد در برابر فعالیت رئیسی و من تمام شرایط زندگی رو آماده ساخت و در یک روزی تیر ماه از معرکه خانه‌دارکنی یک همکارشون شبانه برمیگردد و شیرکیف وقتی که از خانه از قشلاق کمتر کنارتر بود، وقتی که از کوچه اساسی دهه بیرون می شود آدم سرخوش همون گفته مردم به خاطرش می رسد و دلش را وهم می گیرد. تو چندی به خانه نزدیک شدن می گیرد، کم کم شمال به گردش می دروید، تیرما برگ و چرگ می ریزد. علاوه به این تیره در تیرما حقیقتا شمال های دهشت انگیز هم دارد و ناگهان تندباد اوج می گیرد و از همون قسمت پایان از لب دریاچه یک شمال سیاه تمام گرد و چنگ برداشته چرخ زده و آسمان بالا می شود و یک صدای دهشت انگیز دیگر از دنبالش پیدا شده جانب سفربک می تازد. این گمان میکند که همون دیوی گفتگی مردم که همین جا بوده است و آماده شد و در همون بین گرد و چنگ و خاک و برگ و چرگ یک چیز دیگر همینطور پیچیده و لیچیده و شکیده و مالیده آمدن میگیرد و او گمان میکند که همین هیبت دیو است که این گرد و چنگ و این باد و دهشت روی عمل آمد و او باز مشق گشتین هم میکرد. در زمان دانشجویی در معرکه ها هم برآمد میکرد، بعد یک پایش رو
از این جانب دیگرش اینطوری مستحکم میگیرد، راست پهلوان بر این انتظار میشود و هر دو دستش رو به دو طرف پرداخته گویا با استقبال همین پهلوانی تهمتن بگذارو دیو باشد، عجینه باشد، چی بلا و بتری باشد، رایست میستد، دو چشمانش رو میپوشد و تمام هستی خود رو آماده میکند که همون دهشت حقیقتا آمده راست در سر رویش میزند و او با تمام قوت و قدرت اون رو با آغوش پخش کرده بعد جانب خونهش میتوزد. در حولی که سفربگ هنوز نیامده بود تاکید داشته که کدام وقتی نباشد دروازه رو نپوشند، دروازه خوشبختانه گشوده بوده است و از همونجا راست به تگ دالان میدود که در اونجا چراغی بلند شدت روشنی داشته است، به همون بالای سفیل میبراید بعد با دیوی در آغوشش بوده چشم میدوزد که گزیته تاجیکستانی سویتی